رفتیم دادا؟ رفتیم. سختر قبل. این منظره فلسفه بزرگ دارد که درکش انسانیت را محزون و غمگین می سازد. اما بر عوض همه رد و بدلهای روزگار تا آخرین نفس برای زندگی با سعادت خویش مبارزه می بریم و می خواهیم خوشی ها نصیبمان باشد. این پارچه از فیلم معلم بود منظور شما. همکنون سلام میگویم و قهرمان نوبتی برنامه نقش را به شما معرفی می نماییم که این هم باشد هنرپیشه دوست داشتنی تئاتر و سینما، دیرکتوری تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی عبدالکریم مشرب است. درود به شما، روزگارتان بخیر و شادی باشد. سلامت باشید. در فیلم کاری کارگردانی خیلی نظر است از انتخاب موضوع، منظره ها، قهرمان های فیلم. البته این همه جستجو و پیدا کردن چهره های صاحب استعداد، یعنی نه به هر یک مؤلف و کارگردان فیلم میسر میگردد، همینطور نه؟ بله. خب کمی بابت زحمت و مشقت پس پردگی فیلم سخن میگفتید. تیم هنرمندانی که در فیلم معلم بود، استاد ناصر سیدوف خیلی تیم بقوت خوب رو انتخاب کردن. در پس پرده خیلی چیزهای عجیب و خیلی چیزهای خوب بود. برای من یک چیز تاریخی شخصا برای من بود که من با استاد شادروان مراد آریپوف در این فیلم نقش پسرش رو بازی کردم. ما این فیلمنامه را با یک شکل معین در آوردیم و کارهای فیلمبرداریش هم شروع شد سال 2014 و در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم این کار به انجام رسانده شد و یک در اون دوره کاری که ما انجام دادیم با هم در صحبتامون انتخابی هنرپیشه اصلی این فیلم بود. هنرپیشه های اصلی این فیلم خصوصا نقش استاد یا معلمی بزرگسالی که بازنشسته شده است و کاری او را کی دوام میدهد و پسرش. این دو شخص اصلی این فیلمنامه است و یک در دهه میگذرد واقعه ها و خوشبختانه در اون سالها یکی از چهره های بسیار یکی از شخصیت های توانای سینمایی ما حیات بودند، مراد آریپوف. ما پیش از همه سری او تمرکز کردیم. من با استاد مراد آریپوف سحر می رفتیم بیگاه می اومدیم. خیلی چیزها رو برای من فهموندن، خیلی صحبت های خوبم شد و ما در پس پردم رنگی پدر و پسر بودیم. در حقیقتا برای من یک خوشبختی است که با استاد در یک صحنه در یک فیلم نقش آفریدیم. ما نقش عالی رو در اجرای شما هنگام تماشای فیلم دیدیم و احسن گفتیم. این نقش البته هر یک فرزند رو وادار میکند که مناسبت خود را با پدر و مادر خویش خوب کند. خب نقش آفری کردن برایتان چگونه بود و چه احساسات وجودتان رو فرا میگرفت، بخصوص همان لحظه‌ای که برای پدر منزل ابدی میکوبید؟ وقتی که سیناریوی فیلم رو استاد ناصر سیدوف به من دادن، من خواندم و خیلی به من پسند اومد. از همه یک صحنه عمومی داشتیم قطع عبدالکریم، همون جایی که در کابینتی در دفتر دیرکتوری مکتب وا میخورن و یعنی حرفاشون هم میگن. چی بود؟ عجیب بود. چرا با یک نوار در کادر 3 نفره بودیم، قریب که با یک گرفتن این تمام احساسا را دادن در کار بود. هرچند بارها گرفتن اما در این بارها هم هر بار یعنی پلانی کلانتر میانه و عمومی خیلی جالب بود. هنگامی که شما به خوانندگان درس میگویید به نهایت لحن گوارا مناسبت خوب را نشان میدهید. در حیات معلمی را تجربه کرده بودید؟ اگر اهمیت داشته باشید طرز تلفظ بیان کردن سخن ما هم وقت میانه بود که هم برای تماشابین فهماندنش آسان باشد،
муаллифи филмнома устод Сафар ҳақ дод. бениҳоят як сценарии хуберо рӯи чоп овардан. чанд филме ки ман бозӣ кардам, ягона ҳар вақте ки дар бораи филм суҳбат мешавад, ягона филм дар сайди ман якум аввал мезанам филми Муаллим аст. آفرین بچه ها. خطار اول منویسم اکن. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000. شایسته. خطار دوم شما منویسین 5 عباره درباره تابستان. 5 عباره درباره تابستان. نویس. کسی نفهمید در شایسته پرسد. شما نویسته انگره نازمن میون. با به ترتیبی نکنه. حاضی خاله شمیگل تو نمیوید. اونها چندین بار پیش من آمدن. من با آنها صحبت میکردم که چگونه توانیم این فیلم با اون مقصدهایی که داشتیم نزدیک به اون هیچ نباشد نواربرداری کنیم و اون چیزی که ما میخواهیم اونا همون افاده کنن. و من خیلی شاد بودم که هر دوی این هنرمند خواستن که بیشتر تمرکز کنن به اون متنی که ما نوشتیم، اون دیالوگ ها یا که مکالمه هایی که ما نوشتیم، همون چیزا با عمق اون افاده کنن. یعنی که خیلی مسئولیت داشتن از روزهای اول در فرا گرفتن متن مکالمه ها و کارهای دیگری که من بعد انجام داد. این کارهای کارگردانی بود که ناصر جان با این دو شخص اصلی فیلم، دو قهرمان اصلی فیلم کار کردن و فیلم رو بر بیشتر با بازی آنها خوب وابسته کردن و چنین یک فیلمی هم ساخته شد و سهمی این دو شخص استاد مراد عارف و عبدالکریم مشهد در این فیلم خیلی مهم است. شما از نوعدالتی اطرافیانتان ناراحت میشوید و خشم و غضب بالا میگیرد و با رئیس محله نزاع میبردارید. قضیت در چیست که سخنش رو انکار میکنید؟ مناسبت یگانه چی بود؟ قطعی رئیس محله و قطعی کدومی که بود. قهرمان من همه وقت با پدرش بود و پدرش رو دوست می‌داشت و می‌دونست که پدرش چیکار میکند. حتی یعنی که منزل وقتی کردن یک دو بار از پدرش میپرسد، پدرش گپ نمیزند، حالی میفهمی و می‌دونست که پدرش کاری درست میکند. برای همون گپ پدرش رو میگرفت و همون کاری پدرش رو دوام میداد. سلام علیک معلم. و علیک. گوش میکنم. معلم. لبای. آدابی سلام. قرض و فرضی همسایگی هست. علیک تو نگرفتون کو؟ تو چی قدر مغروری؟ مثل همو پدرت و اکاد یوسف. چی گناه کردی؟ من در سایه شما ده کار ندارم. ای چی گپای؟ آتت در زندگیش در گورستان قاف شکندی یعنی می گورستان رو بند و محکم کردی. به جای همون گورستان در و دیوار خانه تانه انداغه کنی نمی شود. در کدام کتاب؟ در کدام قانون این اجازت یافتی؟ به مسجد و معرکه های قشلاق نمی رفتگیتان کم نبود که با این نغمه را سر کردی. این امری دادن بود. اما مثل دادت وارینا بیلت های کمونیستیشان پرتافتن و ریش و فش ماندن حالا ای بالای جای نماز نمیخیزن. آردن و میدلاش به خودش نصیب کنه. فهمیدی؟ اون مملکتی که شما کتگی کرده میگشتین دیگه نیست. تمام شد. خوب اکی دولت شما. من وقت ندارم دیگه گپا گوش کنم علی. وقت داری کو؟ روزی دراز در قبرستان بگردی. وقت داری کو؟ کودکا افسانه بگی. ما نگفتیم که بیاین در ساختمانی مسجد خوش شوین. نگفتیم کو؟ این قشلاق صاحب داره. میفهمی؟ این قشلاق
قایده های خودش داره. اگه مرگ و مرده و جنازه گفتنی گپا هست، انا اوجا مسجد به کار میروه. احتیاط کن بچه نظر، با مرده آتت بی صاحب نمانه. ای گپای بهتره، افسانه‌گویی خوبتره. معلم، برای آدم شیدن راه نشان میتن، کار نشان میتن که رنگ اکای تو در میانی راه نمانه، آدم شوه. افسانه چیه؟ شعر چیه که او آدم نشان میتن؟ نه؟ چیه؟ جیانی مرا بیراه نکنی. یک بار با یوسف دخالت کردین، همورا بدبخت کردی، هم خواهرتونه. ای کسافتی شما یوسف با یک کار هستی. تو کسافتی را چی میدانی؟ همین گونه از صحبت شما با رئیس محله نافهمو میماند. از اثری که در فیلم استفاده شده است کمی نقل میکردید. نافهموی رئیس محله بود. ببینید که در مکتب یک معلم است. چند ماه می شود که معاش نمیگیرد. این به خاطر معاش و به خاطر وین به خاطر که فرزندو باید تربیت کرد. با بالای ایده با دستر این میان ظلم میکنند و میگن این کارو نکن، این کارو کن. هرچند با محبت به خوانندگان درس میگوید، اما یک صحبت ناموافق دل شما را از پیشه آموزگاری سرد میکند و از این کار دست میکشید. همینطور نه؟ بله، همش انمی است. ناعدالتی که میبیند روی همین است و به خاطر پدرش شده با میسته. برای همین دعوت کردین. چیکار کنم؟ آمد گفت که با تو گپ دارد. نمیگفتم؟ هر این نزدیکی به زن و زنی گپ زدین. خوبوش ایرایونو گپ زنین. ای کدام سر کنم؟ ای ماش؟ یا ای معلمو؟ ای معلمو. اکای محمود آخی خیلی دیگه ممکن نیست. ای صنف یک دو میدم به صنف 3 و 4. چند بار شد که در صنف 3 و 4 فنا یک دو اثر میکنم. طلبا گرنگ کدام روز خمم دیوانه میشم. هرچه می خلای شامیگلم است. اما معلم فن تاریخم، زبان مادری، روسی، متماتیکا دیگه و دیگهش اوی با ما دخالت نداره معلم. میفهم. از رفتن شما اهل مکتب غمگین میشوند و زیاد میخواهند که با آنها باشید، اما شما اصرار میکنید و ترک این پیشه. از این کار پدر نیست، یعنی ناراحت میشود. همینطور نه؟ بله، ببینید که حتی مردم جمع میشوند، یک مقدار مبلغ هم میارن دستی پدرش میتین که فرزندت یعنی که از مکتب نرود، برای که کودکان تربیت کردن است. و همین غمگینی پدر و یک صحنه بسیار جالب است که با پدرش صحبت میکند و پدرش وادار میشد که برگردد و با درسش رو ادامه دهد. بچه‌م، او سمندر. بابای دادا. اکای زردی کجا شد؟ اینقدر ای مکتب بر وقت آمدی امروز؟ من آمده الکی خبر آوردم. دادا نمیخوام دیگه معلمی کنم. یوسف که کسب معلمی را خار کرد، خار شد. تو که معلمی خوبی. من معلمم دادا، نه کودک بوم. میترسم که به نزدیکی در قشلاق معلم با کسی در کار نمیشه. بچم، انسان بی معلم، قوم بی معلم، دهه‌ای بی معلم مثل مرده است. این اخیران نقشی مرات اوریپوف در سینما قبلا خودشان ایشون باعث کارگردان یک فیلمی ویدیویی سالی 95 در تاج فیلم شروع کردن. یک سالهای پیش نشان میدادن با نام با من روان به سوی سرنوشت. باعث کارگردان در اونجا سابقه دارای سینمایی هم حرفه‌ای هم غیر حرفه‌ای را استفاده میکردن. از آن جمله گرمی ذوقی بیکوف و ظهور حبیب اللهیف و خیلی فیلم خوب است. و استاد در این سالها خیلی که تجربه زیاد انداخته بودن و زندگی مردم خیلی نزدیک بودن.
لحظه‌ای که با پدر معاشرت میکنید به نهایت لحظه حساس است، بخصوص برای آنهایی که ستون خاندان خود را از دست دادند. احسن میگویم به چنین فرزندانی که در این ایام عصای پدرند. برای دوشیدن گاو عبدالکریم را چند دوبل نواربرداری کردند. یک صحنه آخرین من بود و من یک کمی بیمارم شده بودم. حتی گفتن که خیلی میمونیم سبته پگاه میکنیم. ما در آمدیم همه صحنه درست کردن و یک برده گرفتیم شد. همون گاوی نغز بود که آرام، یک گاوی آرام بود که همون جوشیدنش هم آسان گذشت برای ما. اصلا از این نقش چی گرفته توانستید؟ از این نقش خیلی چیزا رو برای خودم همچون هنرمند بازم تکرار شود از شادرمان استاد مراد اوریپوف و استاد نصیر سیدوف خیلی چیزها رو برای خودم گرفتم همچون هنرمند. اگر که ما فکر میکنیم که فیلم محلی من نمیگرفتیم، شاید که من دیگر فقط در نقشای همین منفی میرفتم و برای کاری ایجادی من این خیلی یک پیشروی و یک راه دیگر را کشید. عبدالکریم در این فیلم ها، خصوصا در فیلم های ناصر جان سبزید به یک درجه کمال و دیگر ما اصلا در سینما وقتی که یک هنرمند میباید پس هم در فیلم های گوناگون بازی میکند، خوف تکرار شدنی یا که یک امپلوی معین گرفتن یا که تکرار شدنی طرز بازی و طرز افاده او همین گونه یک خوف وجود دارد. ولی ما خرسند از آن هستیم که عبدالکریم این گونه مناسبت نکرد با اون نقشی که در فیلم و فیلم های دیگر. هر نقشی او با یک قدمی پیش است. در زندگی هم با کودکان زود انس میگیرید، چطور در فیلم برملاست؟ بله، من کودکان رو دوست میدارم و هر وقتی که همین خانه که میدارم دختری خوردیم یک 3 ساله است، همه وقت در بر من است و من قطعی کودک بغیر فرزندم همه کودکان دوست میدارم. همین لحظه فیلم همه رو به خنده می آورد، چون هنرپیشه رحماندوست قربانیان در عروبچه معیوبی اذیت میبیند، شما از کارتون حلاوت میبرید، همینطور نه؟ بله، شادرمان رحماندوست قطعی پدرش دوست است و ببینید که از کارمندان وزارت کارهای داخله میآید که میگه چی گپ است قرار کردنش و همیشه با اون خطای جورش هست که میوره باروش میمونه، همه چیز در این قصد میگیرد و همه قصدن میکند که همه یعنی که قصدش میگیرد. روز شنبه اکو درس نداری؟ ها با تا ماشین خریده اکو؟ این رختایی ها تو بچه دل یا این سمندر این خطای قطعی هیچ گپ نمیزنه یکی تو دین سیافتی ما به نظر خدا نستیم اکا. عجیب دادی خای همه ترمزوش بالا میکنیم هر دوشا من
سمندر چیکارش کردی؟ خیزرکی مامورات رسیده. اگه خبر بگی با تر نکده باشه. اگه به هر حال رئیس های جوان مرد اکای مامورات شیرچای نمیخره؟ شیرچای تا سرت بالا. موضوعی که در فیلم بررسی گردید همین گونه موضوعها را در صحنه‌های تئاتر تجربه نکردید تا اینکه بینندگان به خود غذای معنوی بگیرند. در تئاتر بخصوص برای معلم من راستی گپ کار نکردم. اثری خوب است و لیکن دیگر اثری هست که نزدیک به این هست و من بسیار میخواهم که از وقت مناسب استفاده برده تماشابینان رو میخواهم که ما خیلی نمایش‌های خوب در سال 2023 6 تا نمایش نو ماندگی هستیم که همش نمایش‌های خوب است. میخواهم که بیان تماشا کنن و یک غذای معنایی بخششون گیرم. از کاری محافظ یا خود میلیسا پدر ناراحت می شود و این قصه چگونه به گوش پدر می رسد؟ این قصه رو وقتی که شیرچای رو برای پدرش باید آماده کند رئیس محله که می آید همین عربه گفتگی شما عربه چی میکنه با پدرش میگه کجا شدی دیر کردی میفهمونه که همه خیلی گپ شده است و وقتی که پدرش می رود با رئیس محله گپ میزند میفهمد که در اوجه چی گپ است که میگه اویله رئیس محله میگه که فرزند تو شبانه میره خونیم زنه که به شوهر ده میره و کودکی باید درس میکرد این خیلی پدرش ناراحت میکنه که میاد در لحظه خودش میپرته و میگه مرا خوب کن. کمی بابت نقش هدیه یک قهرمان فیلم نقل میکردید. هدیه دختره که یک هنرپیشه جمهوری اسلامی ایران است که وقتی آمد در فیلم ما در همون هنگامی که قطعی کار میکرد همون در دوشنبه بودگیش در ایران همون سال 2013 بود بهترین نقش زنانه را گرفتگی است که این خیلی یک موفقیت خوبی بود برای ویم و ما در همینجا شناس شدیم کار کردن با این خیلی هنرپیشه خیلی برای هنرمند وقتی که همبوز وقتی که خوب است قطعا خیلی راحت بودیم در صحنه. چه معلم اومد. السلام علیکم. سلام شیرین. کجا میروی؟ درخشنامی. چه کردی معلمی روم؟ برا آب بیار. سلام هدیه. چیکار میکنی؟ پیش عمکی نظر میرم. میگم که این همه تهمتن. اگر خواهی زن اکی محمورات یا اپی شمعی گول بگن. نه در کار نیست. من خدمت روم دهان خیفلوس رنگی مصرات محکم کنم. دهانی بعضی ها را میبندی. آوازه ها را چه میکنی؟ چی به پدرت برای یوسف خواستگاریم نکرد؟ چی به خانواده ما قهر کرد؟ دنیا به اوضاع نمیشه هدیه. من باید روم. کجا میره؟ سر قبری دادم. درخت میشنم. چند سال اگه پدر تپاش میکنی؟ ماندگی عمرت آب کشانی میشه با؟ اگر درخت سبز مونه تیارم که یک حیات آب کشم. درختم مثل زنای. نگاه بین که داشته باشه سرسبز میمانم. نموری هدیه. هیچ از شوخی بچگیت نموندی. هنگامی که سخنهای واپسین پدر صدا می‌دهد از این کار عبدالکریم محزون می‌شود و می‌داند که این آخرین دیدارش با او است اما شکر می‌گوید که تا آخرین نفس با او ماند. اصلا قهرمان اساسی فیلم به مراد دلش می‌رسد یا نه؟ و تا آخرین نفس پدرش با پدرش هست. ببینید که وقتی پدرش وفات میکند بعد وفات پدرش این میتونست که بر وقتتر به کافتن برادرش رود اما میدونست که وقتی که رود پس دیگه یگان کس نیست که پدرش رو نگاه کند و تا آخرین نفس با پدرش میماند. وقتی که پدرش میگذرد این انمو مقصدی که از شما گفته که به آرزوش میرسد این یگانه دیگه کی مون برادرش مون کی میخواد رود برادرش رو یابد. همون سنت همون ارزوی پدر و برادری خردی که با برگشتن برادری بزرگ به دهه امیدوار میکند که کسب پدر بی صاحب نمیماند. یعنی که یکی از برادرها یکی از فرزندای معلم برای یافتن برادری خود میرد ولی ناخودآگاه
اون آگاه نیست ولی اون برادر همون شب و روز به دهه برمیگردد. یعنی همون صاحبی کسب، خب وطنداری، خب احترام به وطن، نوبسته به مشکلاتی که از سر انسان میگذرد به این وسیله در فیلم افاده میگردد. یعنی که از این لحاظ قهرمان عبدالکریم به مقصد خود میرسد. در انتها برای بیننده سفینه چی میگوید؟ پیش از همه برای بیننده های تلویزیون سفینه سلامتی میخواهم و بردباری میخواهم که همه وقت با تلویزیون سفینه باشم. از صحبت گرم و صمیمی شما خیلی خوشم آمد. تشکر میگویم که دعوت ما را رد نکرده در برنامه امروز شرکت ورزیده. در فعالیت ایجادیتون باشد، موفقیت های نو به نو را تمنا داریم. خوش آمدید. سلامت باشید. در حقیقت برای سینمای تاجیک این فیلم یک نوگانی بود و برای بیننده مکتب خودآگاهی و خودشناسی، زیرا برابر تماشایش میتوان درس زندگی را آموخت و قهرمان برنامه نقش بودن از فیلم معلم هنرپیشه دوست داشتنی ما و شما، هنرپیشه موفق و سرتلاش، دیرکتور تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، عبدالکریم مشرب. خیر عزیزان. شیرین جان، تو که دوری بد آمدی. التماس یکی فراموش نکن که درخت آبتی. خب؟ خب معلم، یکی مدد یکی تستر برمیگرده. همین که یوسف یافتیم تیز برمیگرده. بایدش؟ خیر شیرین جان.